بگو پروردگارت این عذاب را تمام کند. او میگوید نه، شما برای همیشه اینجا ماندگارید. ما حقیقت را برایتان آوردیم، ولی بیشتر شما از حقیقت بیزار بودید. اما عذاب اونجا فقط آتش نیست. یک آدم از اینم رنج میبره که از نعمتهای بهشت محروم شده. از تنهایی، از سکوت، از اینکه با شیطان میسوزه، از درد آتش سوزان و درد سرمایه سوزناک، از درد ناسپاسی نسبت به خدا و از اینکه نمیتونه با خدا صحبت کنه. یعنی یک آدم اونجا با انواع و اقسام عذاب تنها میمونه. اون روز خدا به اهل جهنم میگه با من صحبت نکنید. چه صحنه دردناکیه نه؟ ارتباطشون با پروردگارشون کاملا قطع میشه. مردم توی آتیش دستاشون با زنجیر بسته شده و شعله ها تمام بدنشون رو پوشوندن. چشمانشون پر از ترسه که غیر قابل وصفه. هر نفسی که میکشن پر از گرمای سوزان جهنمه. سعی میکنن فرار کنن و خودشون رو نجات بدن، اما نمیتونن چون هیچ راه فراری وجود نداره. آب جوشانی که روی سرشون میریزن پوستشون رو ذوب میکنه و درونشون رو میسوزونه. قرآن اینطور توصیفش میکنه: و تو چه دانی که سقر چیست؟ هیچ چیز را باقی نمیگذارد و رهان نمیکند، همه را میسوزاند و پوست را سیاه میکند. غذاشون زقومه که میوه یک درخت توی جهنمه و گیاهان خاردار. و نوشیدنشون آب جوش و چرک هستش. هر بار که می نوشن عذاب رو تا مغز و سخون حس می کنند. پیش روی او جهنم است و از آب چرکالودی نوشانیده می شود. آن را می خورد و به سختی آن را فرو می برد و از هر طرف مرگ به سراغش می آید، ولی نمی میرد و عذابی سخت‌تر در پیش دارد. در آیه دیگری خدا می‌فرماید: غذایی برای آنان نیست جز از گیاهی خاردار و زهرآلود که نه آنان را فربه کند و نه گرسنگی را برطرف سازد. هر بار که فریاد میزنند دیگه طاقت ندارم، عذابشون شدیدتر میشه. تنها امیدشون اینه که بمیرن و نابود بشن، اما این هرگز اتفاق نمیافته. مگه اونا توی دنیا سر مردم بیگناه بمب نمینداختن و اونا رو عذاب نمیدادن، اونم بدون اینکه به اشکاشون توجهی کنن؟ مگه وقتی مادری از فرط ناامنی گریه میکرد اونا نمیخندیدن؟ ای کاش عقلم سر جاش میبود، ای کاش فرصت دیگه ای داشتم. اما با اینکه فریادهاش در تاریکی تنین انداز میشه، این هیچ چیزی رو تغییر نمیده. آزمون این دنیا به پایان رسیده و حالا با نتیجه اعمالشون روبرو میشن. توی اون روز جماعتی که توی جهنم میسوزن با همدیگه بحث و جدل هم میکنن. اونا همدیگر رو مقصر میدونن و یکدیگر رو نفرین میکنن. در قرآن اینطور توصیف شده: الله میفرماید به همراه امتهای پیشین از جن و انس داخل آتش شوید. هر بار که گروهی داخل میشود، گروه پیش از خود را لعنت میکند. سپس وقتی همه در آن جمع شدند، آخرین آنان به اولینشان میگوید: پروردگارا، اینان ما را گمراه کردند، پس 2 برابر عذاب آتش به آنان بده. الله میفرماید برای هر یک از شما عذابی 2 چندان است، ولی شما نمیدانید. و اولین آنان به آخرینشان میگوید: شما را بر ما برتری نیست. اکنون به خاطر اعمالی که مرتکب میشدید عذاب را بچشید. همینطور هم بعضی از اهل جهنم شیطان رو سرزنش میکنن و شیطان اینطور پاسخ میده: خداوند به شما وعده حق داد، من هم به شما وعده دادم، اما وعده هایم دروغ بود. من بر شما تسلطی نداشتم جز اینکه شما را دعوت کنم و شما هم دعوتم را پذیرفتید. پس مرا سرزنش نکنید، خودتان را سرزنش کنید. من نمیتوانم شما را نجات دهم و شما هم نمیتوانید من را نجات دهید. من شرکی که قبلا برای خدا قائل شدید را رد میکنم. در آخر ستمگر به سزای اعمالش میرسه و در نهایت مظلوم همون چیزی رو که سزاوارش هست میگیره. هیچ کدوم از ما نمیدونیم چه زمانی مرگ به سراغمون میاد، اما تمام اون چه در این مجموعه گفتیم قطعاً اتفاق میافته. فرشته مرگ نظاره‌گرته، قبر در انتظارته، حساب و کتابت آسون نیست. یه طرف بهشته و از سمت دیگه جهنم. و اگر تو هنوز داری این ویدیو رو تماشا میکنی، یعنی آزمونت هنوز تموم نشده، یعنی هنوز فرصت داری کاراتو رو به راه کنی. کدوم لذت توی این دنیا میتونه بزرگتر از نعمتهای بهشت باشه؟ آیا میارزه که برای لذت‌های زودگذر این دنیا بهشت ابدی رو از دست بدی؟ کدوم سخت‌تره؟ همون نمازایی که برای خوندنش تنبلی میکنی یا عذاب جهنم؟
توبه کردن که سخت نیست و خوندن 5 نماز در روز حتی 1 ساعت هم وقت نمیگیره. وقتی همه توی وقایع ترسناک پس از مرگ غرق ترس و وحشتن، آیا ارزش نداره که با چهره ای شاد وارد بهشت جاویدان بشی؟ ما بی هدف به این دنیا فرستاده نشدیم. مرگ واقعیه، قبر واقعیه و حسابرسی قطعاً برپا میشه. ما نمیتونیم این حقایق رو انکار کنیم. با این همه واقعیتی که پیش رومونه چطور میتونیم طوری زندگی کنیم که انگار هیچ کدوم وجود ندارن؟ مرگ هر روز در خونه 250,000 نفر رو میکوبه. آیا این هنوزم برات بی‌معنیه؟ قبل از اینکه مرگ تو رو بیدار کنه، خودت بیدار شو، چون مرگ نمیمیره. توبت رو به تأخیر ننداز. امروز در حالی که هنوز برات وقت هست، در حالی که قلبت هنوز میتپه، در حالی که هنوز میتونی به سجده بیافتی، در حالی که در توبه هنوز برات بازه. اگر نماز نمیخونی از همین حالا شروع کن. با اپلیکیشن رایگان نماز ما که هیچ تبلیغاتی نداره میتونی خوندن 5 نماز روزانه رو به یک عادت همیشگی تبدیل کنی. اگه میخوای ایمانت رو قوی کنی و دانش اسلامیت رو افزایش بدی، ما ویدیوهای زیادی توی این کانال برات آماده کردیم. میتونی برای تماشای اونا به صورت منظم برنامه‌ریزی کنی. اگه بلد نیستی قرآن رو به عربی بخونی، ما اپلیکیشنی به نام لام الف قرآن داریم که میتونی به راحتی و سریع و رایگان یاد بگیری. و اگر میخوای معانی قرآن رو عمیق‌تر بفهمی، مطالعه ما رو دانلود کن. یادت باشه همین که برای خودت یک هدف تعیین کنی، حتی یک هدف کوچیک، همه چیز شروع به تغییر میکنه. بیایید با آیه‌ای از قرآن تموم کنیم که وسیع‌ترین درب امید رو باز میکنه. بگو ای بندگان من که بر خود اسراف کرده اید، از رحمت خداوند ناامید نشوید، زیرا خداوند همه گناهان را می‌آمرزد. به راستی که او بسیار آمرزنده و مهربان است.